5 روش درمان خانگی کبد چرب. کبد چرب یکی از مشکلاتی است که با توجه به سبک زندگی و نوع تغذیه امروزی ما به وجود اومده. در اینجا ما میپردازیم به 5 روش از روش‌های خانگی درمان کبد چرب. 1. مصرف میوه و سبزیجات. مصرف میوه و سبزیجات با توجه به آنتی اکسیدانی که دارن باعث میشن کبد چرب شما از بین بره. 2. کاهش مصرف چربی‌های اشباع شده. چربی‌های اشباع شده در غذاهای مختلف مثل گوشت قرمز، بیسکویت، تنقلات، چیپس و باعث کبد چرب میشن و اون رو تشدید میکنن. پس توصیه میشه مصرف این مواد رو کاهش و یک رژیم غذایی مناسب داشته باشید. 3. مهمترین قسمت درمان یعنی ورزش. بهترین روش درمان کبد چرب ورزش کردنه. باید سعی کنید به طور مرتب ورزش کنید و ورزش‌های هوازی رو انجام بدین که میتونن تأثیری چندین برابر داشته باشن. مورد 4 چای سبزه. بر اساس مقالات سال 2023 مصرف چای سبز میتونه باعث کاهش کبد چرب بشه و به شما کمک کنه تا از کبد چرب رها بشین و این مشکل رو برطرف کنین. پس حتما روزانه 2 الی 3 فنجان چای سبز مصرف کنین تا این مشکل برطرف بشه. مورد آخر، مورد 5، کنترل استرس و خواب مناسبه. استرس مزمن و خواب نامناسب میتونه به بروز کبد چرب منجر بشه. بنابراین برنامه‌ریزی برای دوری از استرس و روال خواب منظم بسیار مهمه و میتونه از روش‌هایی مثل مدیتیشن، یوگا، تکنیک‌های تنفس عمیق در ایجاد یک محیط خواب مناسب استفاده کنید و از ابتلا به کبد چرب جلوگیری کنید. مرسی که تا آخر این ویدیو با من بودین. اگر کانال ما رو ساب نکردین همین الان سابسکرایب کنین، اون زنگوله بغلش هم بزنین، کامنتاتونم بفرستین، حتما میخونم که با هم نظری بتونیم یه جامعه سالمتر داشته باشیم. مرسی که با من بودین. خدا نگهدار.